زمانی که داشتیم از شهر پورتلند به شهر سیاتل برمیگشتیم، این مکان خیلی نظر منو جلب کرد و پیاده شدم ببینم که این لوکوموتیو بخار که وسط یک حیاط مدرسه بسیار زیبا قرار گرفته، جریانش چیه؟ وقتی نزدیکتر شدم دیدم این لوکوموتیو بخار واقعی رو اینجا گذاشتن تا یادآور تاریخ شهر و نقش راه آهن در صنعت چوب باشه. سالها قبل همین قطارها البال‌ها رو از دل جنگل به کارخونه‌ها می‌آوردن و باعث رشد شهر می‌شدن. امروز مثل یک موزه روباز اینجا نگهداری میشه تا نشون بده که راه آهن چه تأثیر بزرگی روی زندگی مردم و ساخت شهر داشته. وقتی روی تابلو رو نگاه کردم دیدم آقایی به نام آقای رابرت الکساندر لانگ یکی از بزرگترین و موفقترین سرمایه‌داران صنعت چوب در آمریکا در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بوده که این آقای لانگ علاوه بر تجارت چوب و راه آهن شهرک‌های کارگری ساخته و حتی اولین آسمان خراش شهر کانسس رو هم بنا کرده که همینجور که در تصویر می‌بینید یک مجسمه از ایشون هم در داخل اون لوکوموتیو قرار داشت و خیلی خوشحال شدم از اینکه پیاده شدم و وقت گذاشتم تا ببینم که جریان این لوکوموتیو چیه و یه سری اطلاعات به دست آوردم و اومدم این اطلاعات رو با شما به اشتراک بذارم تا شما هم مثل من از این محیط لذت ببرید. لطفاً حمایتتون رو از من دریغ نکنین با لایک، کامنت و اگر دوست داشتین برای دوستانتون شیر کنید تا اونها هم مثل شما از این اطلاعات لذت ببرن. مرسی که هستین. خداحافظ.